راحت باشه که حسین یا حسین وای حسین وای تو رو گرفتم ازم. حس عجیبی دارم. من زمانی که پدرم فوت شد اینقدر گریه نکردم زمانی که حضرت آقا شهید شدن. ما اومدیم با ایشون ودا کنیم، ولی انتقام خشونت ایشون رو ما قطعا خواهیم گرفت و همه این مردمی که اینجا هستن به انتقام خون رهبرشون اینجا اومدن و طبق گفته رهبرمون ما با آمریکا پدرکشتگی داریم. هیچ وقت رابطه ما و آمریکا خوب نخواهد شد. حس خودمون همه ناراحت، همه غمزده هستیم از دست دادن رهبر و با تمام توانمون تلاش میکنیم برای انتقام خون رهبر. آمریکا ببین یه چیز بگم، یه ابرقدرته، یه چیزایی میخواد، اما من اعتقاد دارم یه چیزایی باید بدیم، چون خودمون 2 دقیقه جای آمریکا بذاریم. یه چیزایی میخواد، یه چیزایی باید بدیم، وگرنه مسئولین ما رو هوا میزنه. مسئولین ما باید فکر خودمون نباشیم، یه مقدارم فکر مسئولین باشیم. یک تن بگذاریم، ذوالفقار حیدری